با سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز آینه خلم. با امید صحتمندی جانجوری شما عزیزای دل، درود بر روان پاک جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دوست و بیننده های عزیز، ما امروز خوشبختانه یکی از برنامه های ویژه‌ای را که امروز شهردار صاحب با ابتکار و خلاقیت با تمام اراکین دولتی برای انداختن حشر پاککاری شهر است. میریم گزارش مردمی، گزارش شهردار صاحب جناب ولسوال صاحب کلانتر صاحبا را می داشته باشیم. در ادامه گزارش با ما همراه باشیم. ناگفته نمانه که امروز در این پاککاری شهر کیها سهم میگیرند. البته از طرف شهرداری خلم این پیام برای مردم رسیده و مردم از 4 ناحیه‌ای که در ولسوالی خلم هست در این پاککاری سهم گرفتند. با ما در ادامه گزارش همراه باشین که اینا کجاها را پاک میکنن و با مدیر صاحب تنظیف شهرداری خلم، اگرچند به قول خود از این مردم که همیشه پاککاری در شهر جریان داره، امروز حشر پاککاری برای انداخته شده. دلیلش چیست؟ دلیل از این موضوع را با ما همراه باشین که پیدا بکنیم. در ادامه گزارش با ما باشین. گزارشگر نصرت الله اسمت نژاد، تصویربردار دکتر امین الله، محل تصویربرداری شهرداری خلم داخل شهر ولسوالی خلم. و امروز هم 23 اسد سال 1402 خورشیدی است. با ما در ادامه گزارش داخل شهر بیرون شهر همراه باشین. دوستان و بیننده های عزیز، قسمی که برای شما گفتیم امروز هم پاکی و صفایی شهر است. جناب شهردار صاحب با تماما کلانترانی که در ولسوالی خلم بودن دست با دست هم دادن، جمع از مردم که آمدن امروز بخیر شهر پاک کاری بکنن. اگرچند کارمندان شهرداری همه روزه این کار میکنن، اما امروز اینا همون احساس وطن دوستی که داشتن در قبال امین آمدن این فعالیت را با مردم انجام میتونن. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت و بخیر باشین. اقدام نیک و ستودنی جناب شهردار صاحب، دیدگاه شما را در رابطه با پاکی و صفایی شهر بازم میخوایم. سلامت و بخیر باشین. امروز دوشنبه 23 اسد برج 1402 است. مقام رهبری شهرداری خلم با تمام افراد خود همراه با دیگر ارگان‌های دولتی که در این ولسوالی قرار داره هماهنگ کردند. امروز را حشر عمومی به استقبال از روز آزادی را اندازی کردند. قرار است تمام شهر، اطراف شهر و جاهایی که فاضلات در آنجا موجود باشه پاککاری نمایند. البته ای که پاککاری، نظم شهر، خدمت کردن به مردم، پاک کردن جویها و جویبارها نه تنهایی که به مجاهدین، به مسئولین، به مردم مسلمان و مجاهد افغانستان یک وظیفه است، بلکه با ما یک افتخار است که مصروف خدمتگزاری به مردم خود هستیم و میریم جویچه ها، کوچه و بازارها و جاهایی که پاککاری نیاز باشه اونجا را پاککاری میکنیم. جناب شهردار صاحب، این مردم خود جوش آمدن یا اینکه خود شما اطلاع رسانی کردین؟ مردمایی که شما میبینین تقریبا از هر گذر و کوچه و کلانتری ها شاید یک 15 و 20 نفر مردم ها با افتخار آمدن. یعنی در مجموع اینجا صدها نفر جمع شده با افتخار آمده خدمتگزاری به مردم است. به این معنی نیست امروز شهرداری خلم به فعالیت و به تنظیم و پاککاری آغاز کرده باشه دیگر روزا خاموش باشه. نه، همه روزه کارمندای تنظیف و خدماتی شهروالی مصروف خدمتگزاری بوده و امروز مردم به افتخار به خاطر تنظیف و پاککاری شهر که زیر نام حشر عمومی به استقبال از روز آزادی برگزار راه اندازی گردیده بود، به افتخار مردم اشتراک کردند. انشالله با امید یک شهر صفا و پاک. کارمندان شهرداری باز هم ما از جناب شهردار صاحب و از تماما کارمندان شهرداری قلبا سپاسگزاری میکنیم که همه روزه در پاککاری شهر سهم بگیرن و خوشبختانه امروز ما شاهد یک حشر عمومی هستیم. خداوند شما را موفق داشته باشه با جمع از کارمندان. سلامت باشین، بخیر باشین. نزدیک شما تا حد توان در قسمت اطلاع رسانی و ای که میخواین
دیگرها عین شکل یک احساس را پیدا بکنن. این خودش یک افتخار و خدمت بسیار بزرگ است. خداوند برای شما مجر بده. در ادامه گزارش با ما باشین دوستا و بیننده های عزیز. انشالله که ما با شهردار صاحب و اراکین دولتی هستیم. بیننده های عزیز آینه خان، در کنار ما مدیر صاحب تنظیف شهرداری هستند. از اینا میپرسیم که آیا این اشر و پاککاری بر یک روز است یا همه روزه ادامه داره؟ سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب غلام صدیق مرادی مدیر تنظیف ریاست شهروالی ولسوالی خالم. عرض می دارم که ما شهروالی ولسوالی خالم امروز و اشر را برا انداختیم به خاطر پاککاری و صفایی شهر و به خاطر نهادی نشدن یک فرهنگ شهرنشینی، از اینکه مردم یک در آگاهی حاصل بکنه و شهروندی خود را به درستی پیش ببره میتر است. بازم خو ان شاء الله ولازی که مردم ما واقعا که توجه خاص داره، بازم از این کوشش میکنیم که نیاده نبسازیم. شهروندان عزیز از ایشان خواهشمندیم که قسم نمی اشر عمومی از بندر زنجیرگاه گرفته الا چتگری و از دانی ولسوالی گرفته الا منطقه مکتبی کسر الرشته و شفاخانه خلم و باغ جانما در راستای پاکی و صفایی شهر خود کوشا باشند و فرهنگ شهرنشینی را مراعات بکنه. در پهلوی پاککاری آیا از این درختایی که در کنارهای سرک است مردم مراقبت میکنن یا اینکه شهرداری آبیاری میکنه؟ چقدر فرصت؟ ما حدود 2000 اصلا 2500 اصلا نهال از کارتی جانما گرفته ایلا مقابل دروازه شمالی باغ جانما و مسجد چتگری و داخل شهر داریم. فقط ریاست شهروالی خلم با باغبانباشی با 10 نفر عملی تنظیف خود امروزه توسط واترپمپ و توسط ساتل و توسط یک اراده زرنج تانکری آبیاری میکنه. اما ما که میبینیم در اینجا هم ما ضعیفی میکنیم. شهروندان عزیز مکلف هستند که وقتی که کدیم همکاری نکنه حتما ساحه محیط زیستی ما از بین میروه. میدین که یک شهر صفا و پاک داشته باشیم و تشکری میکنم من من حیث یک معلم از شما و از جمع کارمندان شهرداری که همه روزه در صفای شهر شما سهم میگیرید. ما هم تشکری میکنیم از شما استاد عزیز و گران قدر. بیننده های عزیز، با مدیر صاحب تدارکات شهرداری خلم هستیم و یک استقبال گرم و یک تشکری از اینا میکنیم به خاطر حس وطن دوستیشون که آمدن دست با دست هم دادن و در شهر پاککاری شهری با شهردار صاحب و جمع از مردم کمک شدن. سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیزتان. سلامت باشین جناب بزرگوار. از نامتان شروع میکنیم. بخیر باشین. مشتبه هستم، یوسفی تخلص میکنم. یوسفی صاحب، چه بهتر است که شما هم در پاککاری شهر کمک شدین و هم کمره دستتان است. بخیر سلامت باشین. در پلوی از اینکه پرسنل شهرداری هم روزه مصروف خدمتگزاری برای مردم می باشه، دیگه این واجبه هر شهروند است که بیاید در کنار از و در قسمت پاکی و نظم و صفایی شهر خود سهم بگیرن و در قسمت اطلاع رسانی هم دیگه از اینکه مردم تشویق شود فرهنگ شهرنشینی را بیشتر بیاموزن. دیگه ما هم خواستیم کامره را به دست بگیریم و از ساعتی که مردم پاکی و صفایی میکنه چند قطعه عکس به تصویر بکشیم. بسیار خوب. امروز جمع خودجوش مردمی شما اطلاع رسانی کردین که مردم جمع شدن یا اینکه مردم خودشون سهم گرفتن؟ بله دقیقاً. دیگه ریاست شهرداری خلم دیگه تصمیم بری گرفتن تا امروز زیر نام حشر عمومی تا چند ناحیه دارای خود آگاه ساختیم که مردم آگاه بکنن تا امروز ما حشر عمومی را برام میندازیم جهت پاکی و صفای شهر. خوشبختانه مردمی دیگه که قدر شهر و پاکی را میفهمیدن امروز آمدن در کنار شهردار صاحب و اراکین دولتی و سایر کارکنای شهرداری آمدن سهم گرفتن و شهر خود پاک میکنن. انشالله با امید یک شهر سرسبز و درخشان. سلامتی شما آرزوی همیشگی. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما که آمدین سهم گرفتین به خاطر پاکی و صفایی. سلامت باشین. بیننده های عزیز آینه خلم، خوشبختانه ما در برنامه صفایی شهر
ولسوال صاحب را داریم، با اینا معرفی میشیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب ولسوال صاحب اسم مبارک. اسم ما شمس الرحمن، ولسوالی خلمی فعلی. جناب ولسوال صاحب، خوشبختانه امروز ما از طرف شهرداری یک برنامه صفایی یا پاکی شهر داریم که همگی مردم در اینجا سهم گرفتن و خوشبختانه شما هم در این کار سهم دارید. بله صاحب، ما در هر نگاه با امرای شهروال باشی دیگه همکارای ما است، با امرایش همکار هستم. در هر نگاه باشه چیزی که از وسی ما باشه انشالله دریغ نمی کنیم. ما در خدمت هستیم. سلامت باشین. شهردار صاحب گفتن که در خرید اسلحه های نیال که در شهر غرض شد ولسوال صاحب همکاری داشتن، البته پول نقد برای شهرداری لطف کردن. تشکر از شما. و در پلوش ما همه روزه میبینیم که پاکی و صفایی شهر است. چی باعث شد که امروز اشهری همین پاککاری در شهر جریان پیدا بکنه و شما هم سهم گرفتین همه ارگانهای دولتی؟ یه بخاطر از این است که فردا روز استقلال آزادی مردمی مجاهدین فروری افغانستان است. نو از او خاطر ما دست جمعی دوستای خدا گفتیم، هم شهروندان خدا که بخاطر خوشی که نظافت شهر به دست جمعی مراد شود از هم خاطر اقدام کردیم. بسیار خوب است. و مردم نازنین هم در این اشهر خودجوش جمع شدن. بله الحمدلله، میتو کلشان به خوشی خود به رضایت خودشان کلشان جمع شدن. الحمدلله پاکاری شروع است. اونو شما شاید دیده باشین از نزدیک. نو عملا الحمدلله وانا انشالله. بعد از پاکاری بخیر نان چاشت هم داره که پیش شما ما چاشت میموسیم؟ بله چرا نی، 1000 دفعه ما در خدمت هستیم انشالله. دنیا که تنها با شما با کلی مردم ما دروازه ما باز است انشالله. خدا را شکر، خدا را شکر. سلامت باشین. و خوشبینی مردم همیشه همین بوده که هر وقتی که ولسوال صاحب و شهردار صاحب هر کسی که در ارگانهای دولتی فعلی کارمند بوده بسیار با آسانی تانستن که دسترسی پیدا کنند برای از اونا. از این که دروازه شما همیشه برای مردم باز است، ما من حیث یک جوان از شما قلباً سپاسگزاری میکنیم. کامل باشه، ما همیشه در خدمت هستیم. هر خدمتی که باشه انشالله به هر فردی ملت ما شما ملت ما در خدمت هستیم. الحمدلله دروازه هیچ وقت بند نشده است. شاید پرسان میتونی که انشالله ملت ما کلش راضی است. خیر برین. سلامت باشین. سلامت باشین جناب ولسوال صاحب از اینکه مصاحبه با ما دادن. از شما کامل باشید. تشکر شما. سلامت. ناظرینای آینه خلم، ما در پلوی ما یکی از نماینده های شهرداری هستن، با اینا معرفی میشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما اوسا غلام هستم. کلانتر گذری که اینجا هستم. رئیس نهایی سوم شهرداری ولسوالی خلم هستم. امروز که شما در حضور ما تشریف دارین، ما تقریبا از 4 نایگان از هر گذر دو نفر 4 نفر نظر به ایدات ولسوال صاحب و شهردار صاحب ما جنبندی کردیم به خاطر پاککاری شهر خود ما، خانه خود ما، منطقه خود ما اینجا پاککاری میکنیم که نظافت جز ایمان است. ما باید نظافت خود پاک کنیم. اول با شهرداری خود، سرکای خود، کوچه های خود ما پاک کنیم. پاککاری برای ما طرفداریم، پاککاری و نظافت هستیم. خانه آباد. شخصا من من حیث جوان قلبا از شما و از جمع از کسایی که در اینجا سهم گرفتن تشکری میکنم. تشکری از شما میکنیم که جریان پاکی و صفایی شهر، شهردار، اهالی، مردم در سرک عمومی ولسوالی خلم. بیننده های عزیز، در کنار ما کلانتر صاحب یکی از گذرهای خلم شورای سید مطهر خان هستند که اینا هم در پاککاری شهر سهم گرفتن با
کارمندان و اراکین دولتی. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از این کار دست جمعی که شده خیلی خوش هستیم. ما به صفت نماینده مسجد جامع سید مطهر خان آمدیم و همراه 5 نفر کتی خودم 5 نفر میخوایم که شهر خود پاکسازی کنیم، خصوصی محیط را مراعات کنیم. خیلی خوب است جناب کلانتر صاحب عزیز، گفتین با 5 نفر پرسنل شما آمدین در اینجا سنگ. ما همراه خودم 5 نفر. خوش همراه خودتون 5 نفر، یکی خودم 4 نفر. افتخاری آمدین؟ افتخاری آمدیم. بله مردم خودشون دست بالا کردن. بله مردم خودشان دست بالا کردن. خدا را شکر که همین مردم شهر دوست داریم که آمدن در پاکی و صفایی شهر. ببخشید خودم معرفی نکردم، ایشون من معلم سعید افضل است از زمین شورای سید مطهر خان. خیلی خوب. با امید یک شهر سرسبز. تشکر، سلامت باشین. همیشه شهردار صاحب از امارت اسلامی خوش هستیم که همین یک برنامه‌ای را وقفتا بگیرن. خوش هستیم. بخیر باشین. سلام. بیننده های عزیز آینه خلم، ما امروز مهمان ولسوال صاحب هستیم، شهردار صاحب هستیم و تشکری میکنیم از این بزرگوارا که لطف کردن. جناب حاجی مولوی صاحب تشکر از شما. کامل باشه. خدا شما را اجر نصیب کنه که مهمانی ما را قبول کردین، آمدین، ما خوش شدیم. خدا همیشه شما را بیاره. سلامت باشین. خوش باشین ان شاء الله. ان شاء الله ما میمان شما شیم، شما بخیر میمان ما شیم ان شاء الله. ان شاء الله. تشکر از شما شهردار صاحب عزیز. سلامت و بخیر باشین، موفق باشین. ما هم زیاد خوش شدیم از اینکه امروز میمان ولسوال صاحب هستیم. با شما امروز در عشر عمومی که زیر نام استقبال از روز آزادی آمده بودین اطلاع رسانی میکنین. واقعا ولسوال صاحب اونجا شخصا حضور داشت که در با پاس خدمات و اطلاع رسانی که شما کردین ولسوال صاحب شما را مهمان کردن اینجا و دیگه مجاهدین حاضر در صرف طعام امروزی. واقعا یک صحنه بسیار خوشی است. خیلی ان شاء الله ما در خدمت شما عزیزا هستیم. تشکر از خدمتگزاری شما مردان راستین در قبال امنیت آزادی این مردم. دوستان و بیننده های عزیز، این بود داشته های ما از پاککاری و صفایی شهر با شهردار صاحب و مردم و اراکین بزرگ دولتی. در اخیر پیام شهردار صاحب میشنویم. سلامت باشین. از اینکه شما تا پایان این برنامه با ما بودین و در این ثواب شما هم نیز سهیم شدین. پیام ما برای عموم شهروندان با فرهنگ و خوب ولسوالی خلمی است. ما منتظر دیگران نباشیم تا شهر و خانه و بازار و کوچه ما را پاک کنه. ما باید خودی ما دست با کار شویم، همراه با تنظیف خود، همراه با شهرداری خود، همراه با ارگانهای دولتی البته که در این عرصه موظف است. کسایی که امروز شهرشان پیشرفته است، دولتشان پیشرفته است، بازارشان منظم است، اینا به این معنا نیست همه ایرا دولت انجام داده باشه یا یک کسی از بیرون آمده شهر از زیر تنظیم کرده باشه. این در واقع مردم همراه و شهرداری مانند یک ستون با هم همکار بوده که شهر خود را جور کرده، ملت و جامعه خود را جور کرده. ما امروز پایان حشر عمومی با استقبال از روز آزادی داشتیم. همه شهروندان عزیز ولسوالی خلم، کلانترها و تمام جوانا، زیادی از مردم با شوق و با افتخار آمدن با ما سهیم بودن در قسمت پاککاری تنظیف شهر. امیدوار هستیم همیشه هر آن هر روز در قسمت پاککاری با ما همکار باشین، یعنی مسئولیت جزئی از مسئولیت خود بدانند. چون تنها شهردار مسئول نیست، تنها کارمندای خدماتی شهروالی در قسمت تنظیف و نظم شهر چی نیست. در تا که مردم همکار نباشه در قسمت تنظیف و نظم شهر، تنها شهرداری نمیتونه شهر بسازه.
بنان از عموم مردم خواهان هستیم در صورتی که اگر در روی سرک یک پلاستیک میبینه امیر مینیس یک شهروند او را اثر را برداره و مسئولیت خود را ادا بکنه. اینی بهترین خدمت شهروندان با ماست. تشکر باز هم از شما و از جمع از همکارانتان که امروز در صفایی شهر سهم گرفتین و خداوند همیشه اقتدار شما را پابرجا بود. سلامت با خیر باشین. الله رب العزت همه مسلمانان را بخصوص مردم شریف و با فرهنگ ولسوالی خلم را همیشه با ما در عرصه بازسازی شهر و جامعه و دیارشان با ما داشته باشه. خیر ببینید. سلامت باشین دوستا و بیننده های عزیز. داشته های ما اینجا بود و صفایی شهر در اینجا برنامهش خاتمه پیدا میکنه. با امید شهر پاک، شهر ما، خانه ما. انتقاد، نظر، پیشنهادی که دارین میتونین در کامنت برنامه ما شما بنویسین و اعضای ما که ما را از این صفحه میبینن همیشه ما را حمایه مالی کردن تشکر میکنیم از اونا. و چینل یوتیوب آینه خلم لایک سابسکرایب بکنین. تشکر از حوصله‌مندی تک تک شما عزیزا. خداوند حافظ و ناصر شما.